انتخاب به نظر من بسیار چیزی جالبیه که از قسمت‌های مهم زندگی ما به حساب می رود. مثلا ما هر لحظه انتخاب میکنیم، هر لحظه یک چیز انتخاب میکنیم. مثلا حاضر قهوه خورم یا نخورم، این گپ گویم یا نگویم، یا اینکه اگر یگان فکر میگفتگی باشم کدام کلمه های استفاده کنم. مثلا ما این چیزا البته ما نمیفهمیم که ما انتخاب کرده استیم، اما مغز سری ما در همین وای یعنی با سرعت از حد زیاد از میان میلیون کلمه هایی که هست کلمه های درکار رو انتخاب کرده آورده با ما میگوید که ما بعد وقتی استفاده میکنیم. یعنی همین طور هر عملایی که ما هر روز میکنیم، با اتوبوس میشینیم یا نمیشینیم، با یگان کس میخندیم یا نمیخندیم، یعنی هر لحظه ما یک چیز انتخاب میکنیم. و خب ما همین خیلی ما آدما هر روز انتخاب میکنیم. پس چرا باید ما در این باره فکر کنیم و چرا باید ما صحبت کنیم حاضر؟ بله چرا؟ مثلا به نظر من چنین نمود که این به نظر من است، شاید این خیلی نیست، به نظر من همین خیلی است که ما میتونیم البته به این اهمیت ندهیم. همین خیلی که هست زندگی ما، خیلی که میرود، خیلی که جاری می شود رود و ما هیچ اهمیت ندیم و هم زندگی ادامه دیم. و ما همزمان میتونیم زندگی بهوشانه به سر بریم و دانیم که چرا یک چیز انتخاب میکنیم و دانیم که برای چی میکنیم. خب تلاش میکنم حاضر گویم برای چی. من فکر میکنم عموما چند نفری آدم ها هستن، من حالی انیخ نمیدونم چند نفر، حالی تا آخرش من چیز نکردم. به نظرم هستن نفرهایی که لجام زندگی خودشون به دست خودشون میگیرن. خب و مسئولیت هر کار و هر گفتار و هر عملشون به گردن خودشون میگیرن و وایهان هر یک انتخاب هایی که میکنن در زندگی، هر عملایی که میکنن تلاش میکنند درست انتخاب کنند، یعنی همون انتخاب را کنند که به ارزش های اونها موافق است. بله. و هستن نفرایی که هیچ به این اهمیت نمیدهند، همین چه خیلی که هست زندگی کرده رفته میگیرن. اگر رفته ایستاده باشن و در بین راهشان یگان حادثه شود، با وای حادثه پیوست میشن. خلاصه آذر تلاش میکنم مثال زندگی بیارم. تصادفی مثلا میدونید تقریبا این به چی مانند؟ خب شاید این مثلا فرض کنیم نفرایی که زندگی خودشون رو به دست خودشان دارن، این نفرها راننده هستن. راننده هایی که مثلا سری رول هستن و اونها همه چیز خودشان کنترل میکنن. روی صورتی چند میرن، به کجا میگردن، آیا پاورادنی که در میگیرن نمیگیرن، این قداق چپ میتین یا نمیتین. و حسن نفرهایی که پاساژیر مسافر خوب وای هم میدونن که باید فلان جا روان، اما چه خیل میرن، با کدام راه میرن، با کدام سرعت میرون، برایشان مهم نه. یعنی این مسئولیت و هم بگردن خودشان نمیگیرن. میگن خب تقدیرم خیلی پیشانی همه خیل شدنش در کار میگن و همه مسئولیتش به گردن راننده و مسافر بر میتین. و کی اصلا راننده؟ خدا است منظورت؟ نمیدونم، من نمیدونم. مثلا تقدیر یا سرنوشت خدا نیست، همه اطراف همه وای است. محیطی که داریم. مثلا من امروز یک طبقتی میبیام، از شما یک چیز میخوام. اگر شما مثلا امروز نقشه های خودتون داشته باشید، شما به کار من همراه نمیشید. اگر شما نقشه های خودتون نداشته باشید، به کار من همراه میشید. یعنی اگر شما راننده باشید، میگید که من کار دارم، من این طرف میرم. اگر شما مسافر باشید، خب هر کجایی که مسافر برد میرید. بله، مسافرها انسان‌های بتونیم گوییم بی هدف. نه بی هدف نه، همانده هدفش هست. من فکر نمی کنم که در دنیا نفرهای باشن هدف نداشته باشن. همه هدف داره، اما هدفهای همه هر خیل است. مسافرها اینا شاید همون نفرهای هستند که بار مسئولیت زندگی خودشونه به گردن نمیگیرن.
و هر چیزی که قطعی وایها میشد و فکر میکنم که خوب چیه که کوئی تسلیکیم کدام سناریو هست و وایها همون خوب آروی همون سناریو رفته ایستادن